زبان زیبش چیه؟ شکرانه زبان چیه؟ ذکر یاد الله، تلاوت قرآن، امر معروف و نهی منکر. هر نعمتی که الله داده است او را در راه الله اگر استفاده برده، در راه خدا بخشیده، اون نعمت سبب خوشبختی و سربلندی تو میشه. هر چیزی که الله برای تو بخشیده است، چی مال باشه، چی فرزند باشه، چی دنیا باشه، چی تنی سعادت باشه، اینها سبب هایی هستند که ای روی اینها تو میتونی که به خدا برسی، به خدا قریب و نزدیک شی اگر موافق گفته الله استفاده شد. هر یک کدام ما شما برادرای عزیز بزرگوار نعمت‌های پروردگار را در راه خود سر حرکت کنیم که کفران نعمت نکنیم. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا. پروردگار میگه من یاد کنید، من فراموش نکنید. یاد الله، یاد هر شخصیت، یاد خود. اگر الله فراموش کردی تو خودت فراموش کردگی.